افسانه‌های خاله ستاره. آکادمی آنلاین زبان ستاره ویژه کودکان و نوجوانان از 3 سالگی. Merhaba. Ben Giyim. 10 yaşındayım. Ben bugün bu İstiklal Sokağı göstermek istiyorum. Kıyafet var. Mesela sonbaharda yağmurluk veya gömlek giyeriz. Bilmiyorum, ben makarna, pizza, sebze, reyhan, pirinç çok seviyorum. Ben de benim pembe ve mor renkleri çok seviyorum. Hoşça kal, görüşürüz. آکادمی زبان آنلاین ستاره با روشی منحصر به فرد، پذیرش زبان آموز از سراسر دنیا. با ما تماس بگیرید. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، گوشه ای از این جهان یه خاله ستاره بود، یه خاله ستاره بود. از درخت قصه ها خاله رفت و قصه چی، به همه ستاره ها روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید، روزی یک قصه رسید. سلام ستاره دوست داشتنی. قصه امروز آش دوستی. توی جنگل سرسبز و پربرکت حیوانای زیادی زندگی می‌کردن. شب که میشد از تو لونه همه حیوونا صدای بگو بخند میومد و چراغ لونه هاشون روشن بود. خانواده ها با گرمی و شادی با هم زندگی می‌کردن و شبا با دوستاشون شب نشینی های خوب و باصفایی داشتن. همه از حال و احوال هم با خبر بودن و اگه هر کدوم به مشکلی برمیخورد بقیه به کمکش می اومدن و بهش کمک میکردن. اما هیچ کدوم از حیوونا از حال موش کور پیر خبر نداشت، چون اون تمام عمرشو زیر زمین زندگی میکرد. نه زنی، نه بچه‌ای، نه دوستی، هیچ کس رو نداشت و حالا که عمری ازش گذشته بود بیشتر احساس تنهایی و غربت میکرد. کاش تو این همه سال با حیوانای جنگل دوست میشدم، که حالا که احتیاج به یار و همدم و یه دوست دارم انقدر تنها نباشم. شبا تک و تنها می اومد در لونه تک تک حیوونا و به سر و صداهاشون گوش میکرد و آه میکشید. اینجوری نمیشد، باید با حیوانای جنگل دوست میشد. باید یه راهی پیدا میکرد تا به بقیه بفهمونه که وجود داره و به دوستی اونا احتیاج داره. در یکی از همین روزای ناامیدی ناگهان فکری به ذهنش رسید. یه فکر بکر که میتونست همه ی حیوانای جنگل رو دور خودش جمع بکنه. آره چه فکر بکری کردم. آفرین به خودم، باریکلا به خودم. باید براشون یه آش خوشمزه بپزم و دعوتشون کنم که بیان بخورن. اون وقت با همه آشنا میشم و بهشون میگم که چقدر دوست دارم با اونا دوست باشم. جناب آقای موش کور درست نه؟ درست جماره جماردیم درست نه؟ بله متاسفانه خودم هستم. اینجوری نگیدی تو خودت چرا متاسفانی؟ تنهام بی کسم. این زندگیه که من میکنم. داشتم با خودم فکر میکردم یه آش خوشمزه بپزم، اهالی جنگل رو دعوت کنم که باشون آشنا بشن، از تنهایی در بیان. اما من که اصلا
قابلمه ندارم. میخوای شیوه پذیاره چقدر خوبه. غر که قصه نداری. الان میخونم میرم سراغ آقا خرسون یه قابلمه داره قد خودش. میگم بیار تاشت بار میذاری غر دیگه برای یه قابلمه نکشی موشه کوری جون. باشه. کلاغ رفت سراغ خرس پشمالو و ماجرا رو براش تعریف کرد. پشمالو هم بیچون و چرا قابلمه‌شو برداشت، اومد پیش موش کور و بعد از کلی سلام احوال پرسی آتیش رو روشن کرد و قابلمه رو پر آب کرد و گذاشت روی آتیش. موش کور و پشمالو حسابی مشغول بگو بخند بودن که آب قابلمه به جوش اومد. موش کور تا صدای جوشیدن آب داخل قابلمه به گوشش خورد دوباره یه آه بلند کشید. چی شد کوری جان؟ ببینم برای چی آه میکشی؟ نبینم آه بکشی ها، اونم انقدر جانسوز. آخه هیچ یادم نبود که آش بدون قلات نمیشه. غمت نباشه کوری جان، تا منو داری واسه هیچی رو نخور. الان میرم سراغ خانم موشی، اون تا دلت بخواد از این چیزا داره. اینو گفت و با سرعت دور شد. بعد از مدت کوتاهی موش خانم با یک کاسه بزرگ پر از نخود و لوبیا و جو و عدس اومد و بعد از کلی سلام احوال پرسی با موش کور اونا رو ریخت داخل قابلمه. تازه داشت صحبتشون گل میانداخت که موش کور دوباره آه کشید. موش خانم گفت وای چی شد کوری خان، خدا مرگم بده، چرا آه میکشی؟ موشه خانم آخه منو چه به آش پختن؟ وای نفرمایید کوری خان، کی از شما بهتر؟ آخه کی تا حالا آش بدون سبزیجات دیده؟ شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. همین الان من میرم سراغ خرگوش، اون تا دلتون بخواد سبزیجات عالی درجه 1 پرورش داره، بهش میگم اونم با کمال میل میاره براتون. دیگه آه نکشینا، این قلب من میگیره. هویج و پیاز و کلمی بود که خرگوش آورد و کلی از اهالی جنگلم اومدن برای خورد کردنشون. موش کورم وایساده بود سر قابلمه و هی هم میزد و با حیوونا خوشابش میکرد. آهو هم رفت یه عالم سبزی معطر از کوه چید و آورد. مرغ خانومم رفت سراغ دوستاش که چه نشستین که این جناب موش کور داره یه آش خوشمزه برامون میپزه، باید بریم سبزی پاک کنیم. جنگل حسابی شلوغ پلوغ شده بود. تقریباً همه حیوونا اومده بودن. قوقایی شده بود که بیا و ببین. یکی رشته می آورد، یکی ادویه. خلاصه هر کی هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. موش کورم از همه استقبال میکرد و آشو هم میزد. سر ظهر آش آماده بود. موش کور آروم به موش خانم گفت موشی خانم میشه شده که اینقدر کت بانوی بیایی یه ناشو یه خورده بچشی ببینی چیزی کم و کسی نداشته باشه؟ چشم هرچی شما بگید. چی شد؟ موشی خانم چی شد؟ هیچی، من تا حالا همچین آش و خوشمزه‌ای نخورده بودم. اینو گفت و تند شروع کرد به آش کشیدن و دادن دست حیوونا. هر کی میخورد کلی به به و چه چه میکرد. موشی خانم پرسید کوری خان؟ بله بله، میشه لطفاً رمز و راز خوشمزگی این آشو به ما هم یاد بدی؟ البته که میشه. خب چیه؟ چاشنی اصلی این آش خب دوستیه. بله، اونا همگی در کنار هم با عشق و صفا و دوستیشون اون آشو پخته بودن. برای همین
اونقدر خوشمزه شده بود. موشکورم دیگه تنها نبود و هر از چندگاهی همه حیوونا جمع می شدن و با هم از اون آشهای خوشمزه می پختن. هرچی دوستیشون بیشتر می شد، آششونم خوشمزه تر می شد. خداحافظ. بالا رفتیم ستاره بود، پای خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، پای خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.